آیا نغمه هنرمند مشهور افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی نغمه هنرمند محبوب و پرآوازه افغان. نغمه در کدام کشور زندگی میکرد؟ نشر تصاویر وفات وی در صفحات مجازی چی بوده است؟ حقایق و دانستنی ها درباره نغمه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی رسال تک تک شما دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور چهره شناخته شده یکی از محبوب ترین هنرمندان زن افغان است که در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاصی دارد. نغمه چهره شناخته شده هنری افغانستان مدت 50 سال می شود در هنر موسیقی و کارهای هنریش پرداخته است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه بیشتر از هزاران پارچه آهنگ صوتی و تصویری تاکنون ثبت کرده است. دوستداران و طرفداران نغمه از مرزهای افغانستان عبور کرده است. نغمه اصالتا پشتون می باشد ولی بزرگ شده شهر زیبای کابل است. دوستداران و طرفدارانش در افغانستان و کشور پاکستان بیشمار بوده است. وی کنسرت‌های در این دو کشور برای دوستداران و طرفدارانش هم برگزار کرده است. این همه در حالی است که نغمه با منگر در 18 سالگی ازدواج کرد و باری دیگر در کشور امریکا هم ازدواج کرد. هر دو ازدواج نغمه ناموفق بوده است. نغمه اکنون تصاویرش در صفحات مجازی نشر می شود که وی وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه دقیقت دارد. آیا با واقعیت نغمه وفات کرده است و یا هم خیر؟ ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی اشتباه باشد. دوستداران و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر شما خوبان را بالای منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.